خب آموزش تعمیر رسیور مدیا استار که چراغ آبیش روشن میشه، فقط دستگاه دیگه بالا نمیاد یا رو حالت بوت میمونه. خب این ابتدا در رسیور رو ما باز کردیم، زودتر بازش کردیم، در رو آماده کردیم. اینجا 2 برد داره، اینجا یه منبع تغذیهشه، یه برد تیونرش که حالا گیرندگیشو این کاراش انجام میده. خب وقتی که رسیوران ما تو این حالت قرار میگیره، ایراد ممکنه که از این منبع تغذیهش باشه. این منبع تغذیه. خب منبع تغذیه هم چند تا خازن داره داخلش که 90% موارد ایراد از خازن 10,010 ولته. خب یعنی حالا من رو این تصویر نشونتون میدم کجا میشه. ببینید این خازن ببینید 10,010 ولته. این روش هم حالت باد کردگی بود، حالا من فشارش دادم از داخل. وقتی حالت باد کردگی داره نشون میده که این خازن خرابه. خب حالا ما برد رو باز میکنیم، این خازن رو تعویض میکنیم تا ببینیم که درست میشه یا نه. حالا من خازنشو ندارم، باید برم بازار تهیه کنم. خب بعد از اینکه خازن رو تهیه کردم و در آوردم لحیمش کردم، اون فیلمشو میگیریم. خب حالا ما برقشو قطع میکنیم از بالا. خب این برد منبع تغذیه‌اش هم در میاریم بیرون. این حالا با یه دست دارم فیلم میگیرم، یه ذره سخته. خب شما گوشی رو اینجا. خب اینو درش برم بیرون، اینوش هم آزاد میکنیم. این پیچاش هم از قبل باز کردم، اینم درش میاریم بیرون که این منبع تغذیه‌شو در میاریم بیرون. حالا این خازنی که اینجاست، این دو طرف اینجا 2 تا لحیم داره، باید با لحیم اینو داغش کنیم، اینو دراریمش بیرون. حالا وقتی که در آوردیمش بیرون، موقع جا زدن این خازن روی بردمون یه هاشوری داره، مثلا مثل اینجا الان ببین این بردمون اینجا یه سیاهی داره، علامتی داره. خب خازنم باید اون قسمتی خازنی که مثل اینجاها، این مثل اینجایی که رنگی هست، باید همون سمت این علامت باشه. پس همین خازنم که این خازنمون هست، ببینید این قسمت گوشش یه دونه رو بیارم پایین تر، این قسمت گوشش ببینید 2 تا علامت هست. باید این 2 تا علامت سمت این پایین بردمون هم یه علامتی داره، یه خطی کشیدن، این 2 تا باید سمت اون باشه موقع لحیم کردن. نکتهش همینه که مشکلی پیش نیاد. حالا من این خازن رو در میارم، حالا بعدا نشونتون میدم تو فیلم. خب خازن رو در آوردمش از تو محلش. این مشخصات خازنه، تقریبا فکر کنم 10,010 ولته. این طرف بردمون هم ببینید یه دونه علامت سفیدی داره اینجا، میبینید. حالا با این پیش روشتی میذارم اینجا سفیدی داره. خب این سفیدی که این سمته با این طرف رنگی خازنمون باید یه سمت باشه، یعنی خازن باید به این صورت جا بره. خب حالا میریم اینا تو بازار تهیه میکنیم، میایم تو کارت لحیم میکنیم تا ببینیم ریسیورمون مشکل روشن نشدن یا بالا آمدنش حل میشه یا نه. فعلا خداحافظ.